سلام، طاهری سفر هستم و با اخبار امروز پنجشنبه 16 ایول همراه شما. امام علی رحمان رئیس جمهوری تاجیکستان مردم کشور را با فرارسیدن ایدی فیتر تبریک گفته است و از آنها خواسته است در این روز به یتیمان و معیوبان و مردم محتاج و درمانده کمک کنند. در پیام عیدانه رئیس جمهور که روز 16 ایول نشر شد، امام علی رحمان همچنین از جوانان تاجیک خواسته است به گفته او در این شرایط حساس و اوضاع ناآرام جهان حق را از باطل جدا کنند و از هر گونه عملهای زشت و زیان‌آور خودداری نمایند که منظور از این ظاهراً افراط‌گرایی است. در تاجیکستان امسال رمضان 29 روز ادامه کرد و 17 ایول در سراسر کشور ایدی فیتر را تجلیل می‌کنند. و در آستانه این عید قیمت میوه در بازارهای پایتخت شهر دوشنبه به یک بارگی گران شد. خرید و طلبات زیاد به محصولات کشاورزی در آستانه عید سبب بالا رفتن نرخ‌ها و از جمله در بازار سخاوت یکی از بازارهای بزرگ دوشنبه شد. و گفته خبرنگاران رادیو آزادی بسیاری از خریداران از گران شدن قیمت میوه ناراحت بودند. در تاجیکستان طول یک ماه اخیر ماه رمضان به فرق از سالهای پیش نرخ محصولات در بازارهای پایتخت به تغییر باقی مانده بود و ساکنان پایتخت هم از آن اظهار خوشنودی می‌کردند که به مثل سالهای پیشتر نرخ بالا نرفته است. اما در 3 روزی که تا روز عید باقی مانده است به طور بی‌سابقه نرخ‌ها در بازارهای پایتخت برای میوگی بالا رفت. مثلا اون میوگی‌هایی که از خارج کشور هستند، از بگیریم انگور تا 25 سومانی ارزش دارد، سبو از 18 تا 25 ارزش دارد، زردآلوی تاجیکی 15 سومانی ارزش دارد، سبوهای تاجیکی باشد از 8 تا 12 سومانی خریداری کردن ممکن است. شفتالو هم شروع می شود از 8 سومانی برای شفتالوهای تاجیکی، اما برای شفتالوهای خارجی از 20 تا 25 سومانی. سفیر امریکا در تاجیکستان سازشی هسته‌ای ایران و 6 قدرت جهانی را دستاوردی بزرگ نامید و گفت این سازش از گسترش سلاح‌های اتمی در جهان پیشگیری می‌کند. سوزان الیوت در این باره روز 16 ایول در یک نشست خبری در دوشنبه سخن گفت. هدف از این مذاکرات قطع توسعه سلاح هسته‌ای بود. روز 14 ایول امریکا و چین، فرانسه و آلمان و روسیه و بریتانیا با ایران به توافق فراگیر دست یافتند که بر اساس آن جمهوری اسلامی فعالیت‌های اتمی‌اش را محدود می‌کند و تحریمات نفسگیر کننده اقتصادی علیه این کشور را نیز به تدریج از بین می‌بردارند. مقامات انتظامی روسیه روز 16 ایول گفتند یک روز پیش یک نفر را در رابطه با مرگ 4 مهاجر جوان تاجیک بازداشت کردند که جسدهای селофан پیچ شده آنها را در جنگلزارهای اطراف ولایت مسکو پیدا کردند. 5 جسد از جمله 4 جسد مهاجران کاری تاجیک از ولایت ختلان در ظرف چند روز اخیر یافت شدند. از شهروندای ما 4 نفرند. تفتیشات رفته است. به حاضر هم همین خشت بروشان قطعی همون تفتیشات اویده استوپی نخطی بایم. ای بچه از طوله یافت شدگیان و بچه های مسکوسکی ای استوپی نه. همین در تلفن یافته ایستانشان، لیکن به یگان نشانه مرگی زورک. در دفتر مطبوعات ریاست امور داخلی مسکو به رادیو آزادی گفتند مهاجران کاری تاجیک هنگام کندن نقب از دود نفت نفسگیر شدند و کاردهنده که مهاجران را غیر قانونی کار می‌فرمود از ترس جسد آنها را پرتافته است. همه این مهاجران همراه کار می‌کردند و از 25 تا 36 سال داشتند. مӯҳсин муҳаммадиев футболбози سابق معروف از مقام سرمربی تیم ملی فوتبال تاجیکستان استعفا داد. مӯҳсин مуҳаммадиев گفته است از بس که تیم ملی تاجیکستان دوره انتخابی جام جهانی فوتبال 2018 را با ناکامی شروع کرد و در 2 بازی 1 امتیاز به دست آورد و به قرار آمد که از مقامش برود. مӯҳсин مуҳаммадиев حملگر معروف تیم پامیر دوشنبه سال 2013 سرمربی تیم ملی تاجیکستان تعیین شد. فوتبالبازان تاجیک در بازی اول از تیم اردن شکست خوردند و در بازی با تیم بنگلادش مساوی کردند. و اخباری از این هم بیشتر در وبسایت رادیو آزادی، در صفحه های ما در فیسبوک، توییتر و یوتیوب و هم زمینه مخصوص رادیو آزادی برای تلفن های همراه.